غذای من اینا من میسپرم پولا وقتی من پول سپردم نظرشوی دیگه کوچه ده دیگه کوچه میروه با میارن مرا قرضدار میکنن که انا اپا تو قرضداری برای من التماس میکنم و همین برق تاجیکی آدرس انیق ما قطعی بنویسن آدرس انیق قطعی بیارن من پولا میسپرم. این ساکنان ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه از فعالیت بعضی کارمندان فروش برق در شهر دوشنبه اظهار نگرانی دارند. آنها میگویند با مبلغی که هر ماه برای استفاده برق میسپارند راضی نیستند چون مبلغ و گفته آنها از قوه برق استفاده شده از آنها بیشتر گرفته می شده است. بر زیاد منمه نیستن میروند ما گاز استفاده میبریم یگان چی دیگه نداریم یگان اسباب مثلا خیلی برای خوراک تیار کنی خیلی اسباب برقی نداریم نه اسباب برقی نداریم فقط در گاز استفاده میبریم میایم لامپچکا خیلی تلویزیون یگان نگاه کنیم ممکن چی بزنه زیاد اینجا میبینیم 200 سوم 300 سوم 400 سوم نیسته رفته استیم برقه شما سپردن میگیریم ما سپردن میگیریم نسپاره میان میبرن میروند زمستان 10 روز 15 روز ما به سویت بده کشته بودن شما پولا نمیسپارید خیلی میریم محلت بچه که ما همیز پولا دریافت کنیم پنسیومون جمع کنیم بسپاریم خیلی حالت ها دوای مونا میکردن نه بسپاره یک جای میوه بیاره چقدری قرضدار بودن همونایی که میکشتن همون این خیلی ندسد ما قرضدار بودیم 150 قرضدار بودیم همون بعد پنسیون را میگفتیم جمع میکردیم میسپردیم با آمده گیرون کردن سر نشید میومدن میگفتن نقش گودک مایده داریم خیلی میتیم همون پلا نه میکشتن میرفتن با بگه در خیلی خوب بچه میومد و میدوتیم با گیرون میکرد. چنین به نظر می رسد که در چند سال اخیر مردم از زیاد نشان دادن مبلغ برق نسبت برق استفاده شدن نگرانند. در رفت برنامه به ما نیز میسر شد که چنین یک حادثه را شاهد گردیم. مسئولین فروش برق حساب مبلغ یک ساکن کوچه عینی ناحیه شاه منصور را قریب 1000 کیلووات بیشتر نشان دادند. رقم حساب کنه که این ساکن کوچه عینی ناحیه شاه منصور پایتخت 7261 کیلووات کار کرده است. ولی از کاغذ پرداختی که از فروش برق در 11 ایون 2014 پیشنهاد شده است رقم همین حساب کند 8016 کیلووات نشان داده شده است. این هم در حالی است که مسئولین میگویند در سالهای پیشتر چنین حادثه ها جای داشتند ولی حالا با جاری نمودن تکنولوژی نوی برق سنجی به نام پکس این گونه مشکلی ها برطرف شدند. همزمان مسئولین فروش برق مشکلی زیاد نشان دادن رقم های حساب کنک را از جانب نظارتچی های برق در خود ساکنان میدانند که آنها در بیشتر موارد در را برای نمایندگان فروش برق نمیکشویند یا ماها آنها را در خانه هایشان نماینده های فروش برق پیدا کردن نمیتوانند تا حساب کنک برقیشان را نظارت کنند. سالهای پیش بود حساب کنکایی که در داخل خانه بودن نظارتچی ما در وقتش دسترس کردن و گرفتن نشان دادن نداشتن معین میشد که هست فاکتور رقمایی که در حقیقت از معیار زیاد حساب برابر کنی قوه برق رو می نوشتن. حالا که ما صد روی اینا رو همش رو گرفتیم با گذاشتن از وقتی که با پاکس گذراندیم پولتویی که در دست نظارتچی هست هر چیزی که هست او خود با طریق الکترونی با کامپیوتری ما ورید میشه. یعنی همین زیاد نویسنشون سببش در اون است که اونایی که مثلا در خونه‌شون نیستن یا که پیداشون نمیکنن مثلا یک بار 2 بار 3 بار 4 بار میرن در همین حالت پیدا میشه. اساس از همین حساب میشه. نشان داده پیشینش از حساب همون مصرف پیشینش از خودشون نوشتگی بودن هم خیلی حادثه بود جای داشت. حالا که این حادثه جای نداره. چقدر وقت شد و این اسباب پکس گذاشتین؟ ماه دوم است که پر را با پکس گذاشتیم. یعنی در حال با این سیستم کار کردن دیگه هیچ امکانی زیاد نویسید؟ امکانی زیاد نویستی اضافه گرفتن یکون خیلی مبلغی زیادتی نیست. در همین حال مسئولین میگویند عین زمان ساکنان پایتخت از استفاده قوه برق زیاده از 19 میلیون تومانی قرضدار هستند. مثلا هم قرض گفتم به مخیرون بورم و شورا بودم چون کسی دارم مثلا هم قرض می‌کنم. سلام علیکم. روزی نه برق توجی کردیم. چی باید باید خرمی کنم؟ برای همه دیدن ایواده کنار هم اومده چند هزار تومان قرض بوده؟ اینجا 1000 تومانی تو بوری هست.
گیریم به تنده. صاحب این خانه میگوید وقتی او این خانه را خریده است صاحب پیشینه‌اش از برق قرضدار بوده است. نباشد او سر وقت مبلغ برق استفاده کرده‌اش را میسپریده است. مسئولین نیز میگویند سال تا سال صف قرض ساکنان دوشنبه از برق کم شده ایستاده است. اهالی شهر دوشنبه با حسابات ماهی ایول 19 میلیون و 186 هزار و 375 تومان قرضی جاری دارند. همین قرض ساکنان اهالی شهر دوشنبه نسبت سال پیشین کم روندش کم شده دارد یا زیاد میشه؟ چقدر است مثلا؟ نسبت سال پیشین کم شده ایستاده است از حسابی پرداخت کردن مشتری در وقتش. یکی از مشکلی‌های دیگر برای استفاده برندگان نیروی برق این تامین حسابکنک‌های برقی آنها است. بعضی از ساکنان میگویند وقتی که حسابکنک‌های آنها از کار میماند یا نقصانی در آنها پیدا میشود نظارتچیان برق آنها را مجبور میکنند که حسابکنک‌هایشان را خودشان برده تامین کنند. این هم در حالی است که در ماده 6 قانون جمهوری تاجیکستان درباره حمایت حقوق استعمال کنندگان آمده است. این اسباب انجام‌ها و دیگر اسباب انجام‌های حسابگیری انفرادی مقدار مال گرفته استعمال کننده مالکیت فروشنده بوده از طرف آنها خدمتگزاری می شود. ما با این سوال نیز به مسئولین فروش برق در شهر دوشنبه مراجعت نمودیم. کندن و نصب کردن و تعمیر کردن حسابکنک‌های برقی بزینه کی است؟ کندن، آوردن و تعمیر کرده از نو بردن نصب کردن این پورا به ذمه نظارتچیان ارگان‌های فروش برق واگذار کرده شده است. موافق قانون موافق اداره استفاده بری قوه برق باید خود این نظارتچی‌ها خودشان حسابکنک رو آورده تعمیر کرده بردن نصب کرده تنبیه گذاشته به مشتری سپارن. اونا که باید در تاجیک استاندارد کنن اونا خودشون باید کنن؟ بله، تاجیک استاندارد در اینجا ما شرطنامه داریم، در آزمایشگاه ما میگویم خودشون تمرش میگذارن نظارتچی بوده در وقتش بوده میسپرن. مهلتش 2 هفته. نسبت تامین حسابکنک‌های برقی و تمغه زدن آنها بیشتر ساکنان ناحیه‌های گرد و اطراف نگرانی می‌کردند که مسئولین آنها را مجبور می‌کنند تا حسابکنک‌های خود را آورده در شهر دوشنبه عوض یا تامین کنند که این برای ساکنان مبلغ و وقت زیادتی را طلب می‌کند. همکنون باید ساکنان آگاه باشند که این عمل به ذمه خود مسئولین است، نه مردم. همانگونه که مسئولین ابراز داشتند کندن، تعمیر کردن و وصل کردن حسابکنک برقی به ذمه نمایندگان فروش برق است و استعمال کنندگان هم باید فراموش نکنند که حسابکنک برقی نقش ترازو را می‌بازد و هیچ خریدار با ترازو به بازار نمی رود.